سلام علیک یا حبیبی. آقا این حبیب اسمش نیست، این یزید اسمشه بابا. نه این اصطلاح یعنی السلام علیکم ای مرد محترم، یه همچین چیزی. مرد محترم این نامحترم ناموس‌دوز. این خدای من چی بگم. ببین آقا نسبتا محترم. پس بابا عربا که نسبتا محترم ندارن که، بعدش هم اینجوری بخوای بگی قاطی میکنه، اصلا نامه رو نمیخونه، میگیره پاره پاره میریزه دور. یه جور باید محترمانه تر باش صحبت کنی. خب با نکته مهم اشاره آفرین. حالا بگو. بنویس که به تهران خوش آمدی. آفرین. این شما دست بیارم ما بعد. آفرین. آره. اهلا به تهران خوش آمدی. و سهلا مع تهران. خب ره رو چیکار کنم الان؟ ره ندارم، مثلا ری آخر تهران چیزی. ره آقا من باید خودم معرفی کنم که این بدون باکی طرفه. فکر نکنه که مثلا یه نفر علیکی وردش یه چیزی نوشته. آدم پشت این نام هست. خب بگو. بنویس من خنجری هستم. من انا. من انا. نه من دیگه عربی من میشه انا. خنجری چی میشه عربی؟ انا الخنجری دیگه. خنجری؟ آره دیگه. خنجر عربی چی میشه؟ ری چی داری میگی؟ خنجر رو نمیدونم اما شمشیر میشه سیف. یعنی بنویسیم من سیفی هستم. انا سیفی. این سیف که نمیشه. خنجر نیست، شمشیر کوچیک‌تر از شمشیر، درسته؟ مثلا نمیگن خنجر چیه، مثلا یا سیف چه یا سیفک یا مثلا عزیزم چی داری میگه واسه خود؟ مگه بدون تره باره سیفی چه این کار حرفا رو میزنی؟ بابا هیچ جای دونه اسمو دیگه ترجمه که نمیکنن. هیچ حتی خارج هم اینجوریه. انا اجازه بده من خودم مینویسم. باشه. انا الخنجری. انا الخنجری شوهر سابق خانم طالبی. الشوهر سابق. نه این غلطه. الان میره میپرسه، میفهمه شوهر سابقش نیستی، خودت عاشقش که هستم. من عاشق سفت و سخت خانم طالبی. خوبه اینو بگو. عاشق السفت السخت الطالبی. تو دیگه به من عربی نگو که من خودم بلدم. اینجوری نیست. عاشق سفت و سخت الطالبی اینجوریه. خب الان من اینی که گفتم با اینی که تو گفتی چه فرقی داره؟ خیلی فرق. این الف لام نکره نداره، چون نکره در معرفه است، این ضمیر در کسر در عمه است. میدونی این خود فرق میکنه با اون چیزی که تو داری میگی. خب بگو بقیه‌شو. ببین ما بعد از کلی آزمایشات طویل و طولانی به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم با هم دیگر ازدواج کنیم. ما باید صبر کنیم که زبون مادری کسی تون داره میگه. یواش ما نحنو کل بعد از کلی آزمایشات طویل و طولانی. آزمایشات طویل. عربی بنویس. عربی دیگه، من ژاپنی نوشتم. عربیه دیگه. پس نه این الان هر چی من گفتم تو نوشتی، همش فارسیه که. بابا عربی آقا جون، تو عربیت خوبه یا من عربیم؟ بالاخره عربی با فارسی یه فرقی باید داشته باشه دیگه. آقا من غلط کردم. خوبه آقا یه کار کوچیک کن از تو قسم دیگه. خب بابا چقدر دیگه برو ببینیم بابا این با این لوسی بابا لوسی عزیزم. لوسی بشین اینجا، بشین پیش من باش. بنویسم اجازه میدی من بنویسم؟ خب بعد از کلی آزمایش طویل ژنریکو بنویس حتما. عربا ژنریک آزمایش دادیم دیگه. طویل ژنریک. به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم با هم دیگر ازدواج کنیم. فیتفهم به نتیجه الازدواج. اون وقت شما از راه نرسیده، شما میخوای وارد ایران نشدی، میخوای من از زندگی این خانم خارج کنید. آفرین. یتداخلون تهران و یتخارجون. انا اون وقت تو اسم خودتو گذاشتی. مرد تو ایمان داری، تو انصاف داری، تو وجدان داری. یواشتر عزیزم. آروم بگی. آخه این سری بنویسی، الان دارم میخوام. من اینو مینویسم. این سری برسیم به دستش. سری میرسونیم. تو آرومتر بگو. آیا مذهب نداری تو؟ حلا مذهب. آیا وجدان نداری تو؟ حلا لا انصافون، لا ایمانون، لا معرفتون، لا مردون. این چی بود؟ مرد خوش میکنه. با عربی مرد میشه رجل. حلا رجلون. اینا رو که می‌نویسن همینجوری که می‌نویسن یادم بگیر. حلا رجلون. خب شما اومدی سرنوشت منو می‌خوای به باد بدی؟ انت سرنوشت فل هوا. سرنوشت تقدیر نمیشی؟ آفرین. تو عربیت خوبه ها. نه اینو همیشه من تو این کنکور اشتباه میزدم. تقدیر انت. بقیهش چی؟ بقیهش درست الان مثلا؟ فل هوا. آره همش درست. اشتباه ننوشته باشی ها. نه درست. برو. خب انت تقدیر فل هوا. ادامه. و من امکان نداره اجازه بدم که شما با زندگی من بازی کنید، سرنوشت منو به باد بدید. امکان هذا. خب
لا امکان هازا همین؟ آره دیگه. آقا من یه ساعت برای تو صحبت کردم همین لا امکان هازا. بابا ببین شیرینی عربی دقیقا به معجزگویی شدی. بعدش هم من عربی بلدم یا تو؟ دیگه من زیر کار در نری. بابا بیا بابا لا امکان هازا ره هازا و این یک خطر جدیه. هازا تهدیدون جدی. اگر با خانم طالبی ازدواج کنی من تو رو میکشم. اگر if انت به ازدواج طالبی انا اقتل شوخی هم ندارم. انت لا لطیفه. خب همین تمام نامه تمام. خب آره دیگه تمام شد. این فکر کنم ایفش انگلیسی ها. چه اشتباه نوشتم. اینو باید ایف تمام شد دیگه. تمام. آره دیگه.